1 میلیارد پول دارم، یه سبدی بچینم که اگر توافق بشه، اگر جنگ بشه و اگه نه توافق بشه نه جنگ بشه، تا اسفند امسال 405 سبد من جواب بده. دلار آخر سال حدود 270 تومن دارم. اونس طلا رو تو محدوده 4600. پس طلا 18 عیار حدوداً گرمی 30 تومنه. پله‌ای 400 میلیون از 1 میلیارد و صندوق طلا مبتنی بر شمش میخرم یا پکسجی یا نهایتاً آب شده، میمونه 600 میلیونش. اونس نقره رو حدود 84 دلار دارم برای اسفند. پس نقره داخل و گرمی تو محدوده 800 تومن دارم برای اسفند. 50 میلیون صندوق نقران، 50 میلیون نقره آنلاین، 100 میلیون هم ساچمه نقره میخرم. جمعاً 200 میلیون نقره میخرم. با اون 400 میلیون طلا شد 600 میلیون، میمونه 400 میلیون دیگه. 50 میلیون میذارم برای کاتود مس و هر پوندش حدود 4 دلار دارم که یعنی گرمی حدوداً 4500 تا 5000 تومان برای اسفند 405. میمونه 350 میلیون. چون پولم کمه و به زمین و ملک نمیرسه، پس خرید میلیگرد رو به ملک ترجیح میدم. پس 100 تومن میلیگرد میخرم پله‌ای. 100 تومن دیگر رو به عنوان ریال محور درآمد ثابت کیان و پول میخوابونم، ولی با سود درآمد ثابت حجم مسو تو سبدم هی زیاد و زیادتر میکنم. 150 تومن مونده که 5 تا 30 تومن سهام میخرم. فزر، بانک ملت، فولاد، پترول همراه. اینا رو نیمه اول سال میخرم. هم توافق دیدم، هم جنگ و عدم توافق دیدم، هم خیالم راحته، هم هر دقیقه دنبال نرخ نمیگردم. تمرکزم رو میذارم رو منابع درآمدیم جا سرمایه گذاری. استرس صعود و سقوط پولمو نمیکشم. از این خبر به اون خبر نمیپرم. یه نکته‌ای که تو این سبد وجود داره، من دلار نخریدم، تتر نخریدم، واحد اداری تجاری مسکونی برای سرمایه گذاری نخریدم. باز تأکید میکنم برای سرمایه گذاری خودرو و موتور نخریدم. چون پولم کم بود ریسک کریپتو رو نپذیرفتم. چون پولم کم بود سمت سیم کارت نرفتم. دنبال خرید نفت نبودم. نفت رو از کجا میخری؟ از بروکر CFD میخری، اسپات دیگه. من نمیخرم این رو. شاید با بعضی از انتخابای این سبد موافق نباشید. یه سبد عمومی بود. اتفاقا قرارم نیست همه مثل هم سرمایه گذاری کنیم، ولی اگر کسی رو میشناسی که یه پولی کنار گذاشته و هنوز بین دلار و طلا و ملک و بقیه بازارا مونده، این ویدیو میتونه حداقل یه چارچوب فکری خوب و درست حسابی بهش برسونه. براش بفرست. تنتون سلامت، جیبتون پر، آینده‌تون سبز.